شادی و غم، رسیدنها و نرسیدنها، رهایی و قفس، با وجدانی و بی وجدانی، با شرفی و بی شرفی، هستی و نیستی، امید و ناامیدی، آزادی و زندانی، آبادانی و ویرانی، آگاهی و ناآگاهی. یکی مسیرش به صعود و دیگر به سقوط. صعود و سقوط هر دو سخت است. گام اول سقوط آسان است، افتادن در چاه. گام اول صعود سخت و مشقتبار، رسیدن به قله ها. سقوط ظاهرا آسان است، از دست دادن، اما در ویرانی ماندن بسیار سخت و سخت و سخت. به عبارتی روزی 1000 بار بردن. در سقوط تو قربانی تقدیری، اما در صعود استاد تدبیر.